به نام خدایی که در قلب من است و درونم جاری است. سلام دوست من، خوش اومدی به دنیای کوچک من، جایی که با یه لحظه مکث یک دنیا آرامش تقدیم شما میشه. در گام‌های قبل یاد گرفتیم که مهمترین آدم زندگی خودمون باشیم و باید برای رسیدن به آرامش درونی خودمون رو در اولویت قرار بدیم. متوجه شدیم برای در اولویت قرار دادن خودمون باید با خودمون به صلح درونی برسیم، یعنی با خودمون آشتی کنیم. باید خودمون رو در آغوش بگیریم و به خودمون عشق بورزیم. احتمالاً این سوال پیش میاد که چطور باید این کارها رو انجام بدم؟ در این گام میخوایم به جواب این سوال با هم برسیم. لطفاً یه لحظه مکث کنید. یه نفس عمیق بکشید. چشماتون رو ببندید و مثل نوری از دریچه چشمهاتون به عمق وجودتون سفر کنید. در اعماق قلبتون چی دارید میبینید؟ یه کودکی نشسته. تصورش کنید. ببینید چه ارتباطی با شما داره. چقدر شبیه شماست. چقدر میشناسیدش. آیا تا به حال باهاش ارتباط گرفتید؟ عزیزای من، درون همه ما کودکی زندگی میکنه با چشمانی پر از سوال. کودکی که دلش میخواسته دیده شه، شنیده شه و بی قید و شرط دوست داشته بشه. کودکی که گاهی ترسیده، گاهی از قوی بودن خسته شده، گاهی دنبال یه سنگ صبور بوده و گاهی نیاز به نوازش داشته. همه ما مسئول اون کودک درونمون هستیم. ما برای رسیدن به صلح درونی باید با این کودک درونمون آشتی کنیم. اونو در آغوش بگیریم، نوازشش کنیم، بهش عشق بورزیم و بهش حس امنیت بدیم. با این کار باعث آرام شدن روح خودمون میشیم. کودک درون ما اون بخش احساسی و زنده از وجود ماست که از دوران کودکی درون ما باقی مونده. اون منبع احساسات عمیقه، نیازمند به عشق و امنیته و منبع ترس‌ها و شادی‌ها و حتی زخم‌های قدیمی ماست. کودک درون ما همون بخشی از ماست که زود خوشحال میشه و زود هم میرنجه. به توجه و تایید و محبت نیاز داره. از طرد شدن میترسه. با یک جمله لطیف آروم میشه و با یک بی‌توجهی ساده عمیقاً آسیب میبینه. اگر در کودکی دوست داشته نشده باشیم، شنیده نشده باشیم، مجبور به قوی بودن شده باشیم یا احساساتمون نادیده گرفته شده باشه، تمام این تجربه ها در کودک درون ما جمع شدن و در بزرگسالی به شکل حساسیت زیاد، اضطراب، خشم ناگهانی، وابستگی عاطفی یا احساس به اندازه کافی نبودن خودشون رو نشون میدن. اما کودک درون فقط زخم نیست. اون سرچشمه خلاقیت، شادی واقعی، عشق بی قید و شرط و توانایی لذت بردن از لحظه است. آرامش زمانی آغاز میشه که من بزرگسال آگاه مسئولیت مراقبت
و حمایت از کودک درونم رو قبول کنم. یعنی کودک درونم رو در آغوش بگیرم و بهش بگم تو الان در امن‌ترین نقطه ممکن هستی و همه احساساتت برای من مهمه. من تو رو میبینم، میفهمم و درکت میکنم. عزیزای دل، صلح درونی و آشتی با خود از شناخت و پذیرش کودک درون ما آغاز میشه. همه ما با شناخت کودک درونمون میتونیم خود واقعیمون رو بشناسیم و نقاط ضعف و قوت خودمون رو مشخص کنیم. خیلی از ماها کودک درونمون یک کودک زخمیه. کودک درون زخمی ما اون بخش از وجود ماست که در کودکی دیده نشده، شنیده نشده، عشق و امنیت کافی دریافت نکرده. کودکیه که بچگی نکرده، مجبور شده زود بزرگ بشه، احساساتش رو پنهون کرده و یاد گرفته برای دوست داشتنی بودن و دوست داشته شدن خود واقعیش نباشه. اگر این نشانه ها رو درون خودتون میبینین، ممکنه که کودک درون شما هم یک کودک زخمی باشه. نشانه هایی مثل ترس شدید از طرد شدن و پذیرفته نشدن، نیاز شدید به تایید دیگران در کارها و انتخابهامون، حساسیت بالا به حرفها و رفتارهای دیگران، احساس گناه کردن از نگفتن به خواسته های دیگران، وابستگی شدید عاطفی داشتن، خشم ناگهانی داشتن، گریه های بی‌دلیل، احساس همیشگی کافی نبودن. عزیزای من، اینها ضعف نیستن. اینها زبان درد یک کودک درون تنهاست. ریشه های کودک درون زخمی معمولاً در تجربه های خاصی در کودکی نهفته است، مثل محبت مشروط در دوران کودکی، مقایسه شدن با دیگران، تنبیه و تحقیر، بی‌توجهی، والدین سختگیر داشتن، مسئولیت‌های زود هنگام داشتن در دوران کودکی. حالا این کودک درون از ما چی میخواد؟ کودک درون نه نصیحت دوست داره بشنوه و نه دوست داره سرزنش بشه. فقط میخواد دیده بشه، شنیده بشه، به احساساتش بها داده بشه و مطمئن بشه تنها نیست. اولین قدم برای ترمیم زخم‌های کودک درون اینه که باید با کودک درونمون ارتباط برقرار کنیم. باید اونو بشناسیم، در آغوش بگیریم، نوازشش کنیم، بهش بگیم که من کنارت هستم، تو تنها نیستی، من درکت میکنم. از اینجاست که آشتی با خود آغاز میشه و میتونیم به خودمون عشق بورزیم. اینجاست که میتونیم خودمون رو در اولویت قرار بدیم و در جهت رفع نیازهای کودک درونمون قدم برداریم و با بها دادن به کودک درونمون حس خوبی بگیریم. اینجاست که میتونیم برای خودمون حریم امنی بسازیم و برای اون حریممون حد و مرز قائل بشیم و از حریممون دفاع کنیم. پس برای شناخت خود واقعیمون دنبال کودک درونمون باشیم و سعی کنیم باهاش ارتباط بگیریم
زخمهاش رو التیام بدیم، بهش عشق بورزیم و دوستش داشته باشیم. تا گام بعدی با خودتون مهربون بمونید. در پناه نور و عشق الهی باشید.